در روز دوم سفر کاری سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهی رسولزاده و رئیس ولایت ختمان دولتعلی سعید در شهر کولوب در افتتاح کارخانه استحصال سنگ و شغل و بتون برای 20 جای کاری در جماعت دهاتی کولوب شرکت ورزیدند. در دوره نقشه چورابینی و بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در شهر کولوب 47 کارخانه‌های صنعتی به نقشه گرفته شده است و این تا به امروز 27 کارخانه‌های آن مورد استفاده قرار داده شده است و باعث خرسندی است که کارخانه استحصال سنگ و شغل به استفاده داده شده است. کارخانه مذکور در 40 سوتیق زمین ساخته شده 50 گکتار از دریای یاخسو برای استفاده و کارکرد سنگ و شغل جدا کرده شده است. کارخانه با تکنولوژی نوی حاضر زمان مجهز بوده. تکنولوژی‌ها از جمهوری ایران و جمهوری خیتای آورده شده‌اند. امروز در نزد کارخانه باز کارگاه بتونبراری نیز به استفاده داده شده است که اقتدار شبانه روزی آن 500 کوب در یک شبانه روز می باشد. کارخانه با 9 تکنیکای حاضر زمان تامین بوده. 20 نفر با جای کاری دائمی تامین شده است. همچنین در دایره سفر کاری از نشونمای پخته زیر پلیونکا در خوجگی دهقانی دولت نظر دیده نموده قید داشتند که خوجگیداران باید از تجربه پیشقدم متخصصان ساحه کشاورزی جمهوری تاجیکستان و بیرون از آن استفاده کرده در اقلیم منطقه کولوب میدانهای چنین محصولات خوجگی قشلاق را وسیع نموده با این وسیله جایهای کاری را زیاد نموده استحصال محصولات را افزون نمایند. خوجگی ما از 60 گکتار عبارت است. در 25 گکتار وای کشتی پنبه‌دانه گذرانده استادیم. کشتی پنبه‌دانه ما با اصول نو با اصول زیر پلیونکا گذرانده استادیم. این در منطقه کولوب در شهر کولوب بخصوص بار یکم می باشد. ما کوشش کرده استادیم که همین از تجربه بوی پیشرفته دولت چین ما همین چیزا آموختیم. علاقه متخصص رفته در آنجا کار کرده استادن و کوشش میکنیم که همین را در آینده و 50 گکتار برسانیم چون که این فایده آور است. خب از هر گکتار با کمی تا 45 50 سنتنری حاصل خوب به دست میاریم. همچنین در این روز میدانچه ورزشی را در محله شمس‌الدین شاهین شهر کولوب افتتاح نموده جهت به ورزش مشغول گردیدن نورسان و جوانان صحبت را با کارمندان ساحه جوانان و ورزش شهر کولوب انجام داده ابراز داشتند که با فراهم آوردن شرایط ساحه از میان نورسان و جوانان بازیگران بهترین را با گروه‌ها جدا نموده در بازی‌های المپیک سفربر نمایند. در جماعت دهاتی زیرکی کشتی پنبه‌دانه را آغاز بخشیده به خواجگیداران توصیه دادند که با استفاده از قاعده‌های اگروتکنیکی و زرخیمیکات ها میدان چنین پخته‌زارها را زیاد نموده در استحصال و غنی گردیدن محصولات کشاورزی از جمله پخته سهم نظررس خویش را گذارند زیرا پخته بایگری دولت به حساب می رود.